ریاست بازرسی دولتی автомобили وزارت کورهای داخلی تاجیکستان خبر داد که با مقصد بلند برداشتن انتظام اشتراکچیان حرکت در راه مخصوصا کودکان و نورسان و کاهش دادن سطح صدمه با اشتراک نابالغان از 5 تا 15 ایون سال 2021 در قلمرو جمهوری عملیات بچه ها گذرانیده می شود. بازرسی دولتی автомобили از رانندگان، پدر و مادران، آموزگاران مکتب‌های میانه و مربیان مؤسسه‌های تا مکتبی خواسته است که خودشان نیز طلبات قاعده‌های حرکت در راه را رعایت کرده به کودکان و نورسان قاعده‌های درست حرکت راه را بفهمانند و رعایت حتمی آنها را طلب کنند. شهروندان عزیز، حیات خود و فرزندانتان را در راه زیر خطر نگذارید، میگوید بازرسی دولتی автомобили در مراجعت نامه‌اش به مردم. هر سال در تاجیکستان بر اثر صدمه ها تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. یک بخش اعظم قربانیان صدمه ها را نابالغان از جمله کودکان تشکیل می دهند.